هدعي لكم انا تحت. زنی که نماز را مسخره کرد، بینید که به او چه حادثه رخ داد. افسوس که امروزها بسیاری شخصانی هستند که با دین خدا بازی میکنند ولی نمیدانند که با دین خدا بازی کردن نمیشود. البته این دین صاحب دارد و دین را مسخره کرده نمیشود. خودتان تا آخر تماشا کنید که به این زن چه حادثه رخ میدهد.